چرا میگی این جهانی که رو اسم لاله؟ چرا اینقدر آمار گیرید؟ نه، آمارت من قبول ندارم. این جهان الان این درخت ببین داره آماده خواب میشه، چند ماه دیگه رشد میکنه. چرا میگی اسم لال؟ تو نگاه به این درخت بکن، حتما باید من انسانم. نگو اینو، این جهان در حال رشده. چه بهتر که منم با این رشد جهان رشد کنم. ناراحت بدا نباش، اونا رو آمارت با اونا نگیر، خوشحال از خوبا باش. نمیخوام حالا بگم چی اسم نمیخوام ببرم، ولی میتونم مورچه رو بهت بگم. یه نگاه بکن مورچه چه قشنگ وزنشم میده، میاد درخت لایروبی میکنه، شطرها رو میگیره، میره زمین رو لایروبی میکنه. کرمو نگاه کن چه قشنگ میکنه، زمین لایروبی میکنه، افته میزنه، نفسی کشیده. از چرا میگه اسم لال؟ نگو دیگه اینو. اما کیفیت هوای تهران امروز در وضع قرمز قرار گرفت. مدارس ابتدایی استان تهران